گزارشی تازه از بکارگیری سیستماتیک در دیگر استودیوی کاکتوس گرام. امروز همراه خواهیم بود با عبدالفتاح احمدزئی در اسلام آباد پاکستان و مسکا صافی در دیگر استودیوی کاکتوس گرام. نهاد حقوق بشری رواداری در گزارشی تازه از بکارگیری سیستماتیک و گسترده شیوه‌های وحشیانه شکنجه توسط طالبان علیه زندانیان در افغانستان پرده برداشته است. شیوه‌هایی که از ضرب و شتم، شوک برقی، کشیدن ناخن و دندان گرفتن تا تجاوز جنسی، اعترافات اجباری و حتی زنده به گور کردن را در بر می‌گیرد. این گزارش بر اساس مصاحبه با 34 قربانی بازداشت شده از جمله 7 زن تنظیم شده و نشان می‌دهد طالبان از این روش‌ها برای سرکوب اعتراضات مدنی و انتقامگیری از کارکنان دولت پیشین استفاده می‌کند. برای بررسی بیشتر اوضاع زندانیان حکومت طالبان با مسکا صافی خبرنگار کاکتوس نیوز در استودیوی دیگر کاکتوس صحبت می‌کنیم. مسکا، در زندان‌های طالبان چه می‌گذرد؟ سپاس مختار. همانطور که شما گفتین، در این گزارش نهاد حقوق بشری رواداری که هر سال این نهاد در رابطه با شکنجه ها و یا هم فجایعی که در افغانستان در زندان ها صورت میگیرد از خود گزارش داشته می باشد و امسال هم در این گزارش دیده می شود که سال جاری در 6 ماه سال جاری البته نسبت به سال گذشته این جنایت ها و یا هم شکنجه ها افزایش یافته است. خب اگر بر رسانه ها یا همچنین گزارش های نهاد حقوق بشری نظر بیاندازیم و ببینیم، توجه داشته باشیم، خیلی هم این گزارش ها اندک می باشد، یعنی خیلی گزارش های کمی می باشد که روی این موضوع صحبت کنند، ولی با آن هم در این 4 سالی که البته حکومت طالبان می باشد تحت نظارت یا هم کنترل طالبان در زندان ها شکنجه های خیلی سخت از شیوه های بسیار سخت کار گرفته شده با زندانیان که از جمله تعداد زیاد را شما هم یادآور شدید و زندانیانی که البته پس از یک مدت در زندان سپری میکنن و پس از آن زمانی که آزاد یا رها میگردن با نهادهایی که البته نمیخواهد نامشان یاد گرفته شود آنها از وضعیتی که در زندان داشتن میباشند صحبت میکنن و یا هم تعداد از زندانیان زمانی که به کشور امن‌تر میرود آن زمان میباشند که اصلا از وضعیت میتوانند که سخنانی گفت. اگر ما به گزارش های قبل هم نظر بیاندازیم و ببینیم، گزارشی که البته توسط همین نهاد در سال 2023 هم نشر شده بود، در آن هم نشاندهی آن است که 10 خانم یا هم آقایان که البته بنابر دلایل مختلف زمانی که بازداشت و دستگیر گردیدن به زندان برده می شوند و در زندان با آنها رویه های خیلی خشن صورت می گیرد که مانند لط و کوب و همچنان نگه داشتن در گرما یا سرما، همچنان خانم ها را تهدید به سنگسار می کنند و حتی با قتل و تجاوز جنسی گروهی حتی روبرو می گردند که بعضی از گزارش های را در گذشته که یکی از گزارش های را یادآور شدم از همین نهاد در سال 2023 که در آن گفته بود که تعداد از زنها حدود 13 تن در زندان های طالبان از تجاوز جنسی باردار شدن و مجبور به سقط جنین گردیدند. حتی بعضی از دکتران نسایی و ولادی هم به این نهاد گزارش داده و گفته که از شب هنگام بعضی از خانم ها با وضعیت خیلی خراب به شفاخانه ها آورده می شوند و در آن بیمارستان ها وقتی که تداوی صورت می گیرد حتی نام هایشان هم ثبت نمی گردد، زیرا اجازه از طرف طالبان داشته نمی باشند و پس از یک مدت زمانی که آنها تداوی می شوند دوباره به زندان ها منتقل می گردد. همانند این گاردین هم گزارش داده و می گوید که یک تعداد از فعالان حقوق زن که البته در افغانستان برای حق زنها کار کرده یا هم صدا بلند کرده یا هم مظاهره کرده، آنها هم بازداشت گردیده، به خانه هاشان رفته، طالبا و حتی اعضای خانوادهشان را هم بازداشت کرده و زندانی کرده که آنها هم در گفتگو با رسانه ها و تعدادی از نهادها از وضعیت خیلی سختی در زندان صحبت کرده. اگر به بعضی از مصاحبه های کاکتوس هم دیده شود، خودتان مختار با شما بعضی از خانم هایی که فعالان حقوق زن بوده یا هم از فرماندهان پیشین ارتش افغانستان هم در مصاحبه های پیشتر با شما صحبت کرده به گونه
زنده و یا هم در برنامه‌های ثبتی با شما گفته که چگونه با چه شکنجه‌ای روبرو گردیده، که از جمله آنها اگر زریاب پریانی رو صحبت کنیم، این خانم هم در رابطه با اینکه طالبان به خانه‌هایشان آمده بودند و آنها را بازداشت کرده، تا شب هنگام آنها را به زندان برده و تا یک مدت زمانی که در زندان باقی مانده با چه شکنجه‌های روبرو بوده که از آنها هم صحبت کرده و حتی گفته که خواهرانش هم زندانی گردیده بوده و تا زمانی که پول پرداخت نکردن آنها رها هم نگردیده. همینطور بعضی از وکیل‌های مدافع هم از وضعیت خشن زندان شکایت کرده و تعداد زیادی هم این میگویند که پس از یک مدت روزی که با شکنجه ها روبرو میگردند، حتی با قتل هم مواجه میگردند، حتی از سقف آویزان میگردند و یا هم گوشت بدنشان از بدنشان جدا میگردد یا هم ناخن‌هاشان کشیده میشود، که این چیزهایی از در گزارش ها ما شنیدیم و دیدیم و بعضی ها در صحبت ها یا هم مصاحبه های پنهانی خود بدون اینکه نامشان یادآور شود از وضعیت شکایت کردند. ولی طالبان به چندین بار و بارها گفته که در زندان از زندانیان مراقبت صورت میگیرد و بدون این که کدام جرم نکرده باشه هیچ کسی در زندان نگهداری نمی شود. ولی بعضی ها میگن که حتی هیچ گناهی هم نکرده باشند، حتی فقط یک مظاهره میکنن، آنها هم توسط این گروه بازداشت میگردد و زندانی میگردد. خب اگر مختار یک نظر به پوشش این موضوع هم داشته باشیم، هیچ نهاد حقوق بشری نمیتواند که به گونه درست یا شفاف هم از زندان ها برود و بازدید کند و ببیند که در آنجا چی وضعیت جریان داره، یا هم به رسانه ها خو هیچ اجازه ای نیست که حتی آنها به گونه درستی بتوانند که معلومات حاصل کنند در رابطه با اینکه در زندان چی میگذرد و یا هم کسانی که زندانی هستند جرمشان چی میباشد. یعنی دقیقاً در افغانستان اکنون کسی اجازه به پوشش این موضوع نمیباشه و همین هم علت آن است که خیلی گزارش های اندک می باشه که به نشر رسیده یا هم بعضی ها زمانی که از کشور خارج گردیده روی موضوع توانستند که به گونه آزاد صحبت کنند. پس اگر با این صورت باشد، این چنین جنایت یا هم ظلم هایی که در افغانستان می شود، چه در زندان باشد چه خارج از زندان، در اسارت این گروه باشد، جریان خواهد داشت و تا زمانی که به گونه آشکارا معلوم نشود ما هم حتی به درستی نمیتوانیم که آن معلومات را به دست بیاریم. یا حتی مختار در آخر میخوایم خیلی کوتاه بگویم که همین اکنون که با شما صحبت میکنم شاید فعلا هم در زندان ها تو تعداد زیاد از خانم ها باشه یا هم جوان های افغان باشه یا هم از کهنسالای باشه که با این شکنجه در زندان روبرو باشن. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از تو مسکا صافی، همکارمان در دیگر استودیوی کاکتوس نیوز. منابع محلی در